ایشون مقصود عمری دراز بید شما انسان بهترین سخنهای همیشه ایشون مقصود گفتن مهمان خوش آمدیتون ما مطمئنا میگیرم قدماتان نوری دیده اکای من عامر جان عزیز انسانی نیک انسانی نیکرو انسانی که دلشان پاک است دلشان دریاست راستی گپ من مخصوص به خاطر زادروز یکی از سرگود خسته آمدم سرگود از تاجیکستان هم دور تاجیکستان چند 3000 کیلومتر سرگود هم 3000 کیلومتر برای همین دوست قیمت است دوستی ها پاینده باشد همتان خوش آمدیدان عمری دراز بینید 50 سالی عمرتان مبارک باشد 121 سالگیتان همه همین دوستا 10 چند زیاد شده یک جای جشن گیرید یک قرصک برای همین اکوی عزیز به همه نغمه ناجور دلم میسوزد به همه تینتی به نور دلم میسوزد جدا سیومکه کنید بعد کم تخصیص دوره هم سیومکه کنید من میپته من کانال با میبونم مالش کنم تو فقط برای کور شده بیرو و آی و تک و تاز بسری خالی و مغرور دلم میسوزد بسری خالی و مغرور دلم میسوزد تاجیکانی مازی بس کی مردمی عالی تبارند میکشندت بر مزارت دست گل هم میگذارند دوستان از یکدیگر دشمن تراشی تا بکر روبرو خندیده از پس دل خراشی تا بکر زندگی از دست گیر و دارتان گیر شد شکر را خورده رویم زهر پاشی تا بکر
جانی فقط در شعر سعدی مانده است. عهد و پیمان ها همه نامی و آشیتابکه روبرو خندیده از دل خراشی تابکه دوستان از یک دیگر